هلو علیکم آقا، ما امروز تصمیم گرفتیم که با دوستم با همدیگه بریم کافه. کافه ای هم که میخواستم برم نزدیک میدون نقش جهان بود و مغازه های کنارش انقدر قشنگ بودن گفتم برای شما فیلم بگیرم. اینجا هم یه مغازه دستبند فروشی و سنگ فروشی بود. من هم یه دستبند خیلی خوشگل ازشون خریدم. خیلی خوشگل بودن کارهاشون، اصلا سنگاش واقعا آدم دوست داشت بشینه همینجور ساعتها نگاهشون کنه. اینم از صنایع دستی خوشگل اصفهان. اینم از بنده. و رسیدیم به کافه رستوران کاشی نزدیک میدون نقش جهان. منم یه مویتو سفارش دادم. بعد از کافم رفتم برای خرید خونه کمک مامان بابا. بله، همونجوری که میبینید بنده داشتم بلال کباب میکردم که بلالم سقوط کرد روی زمین و جاتون خالی، واقعا خوشمزه بود. اینم از امروز من. فعلا بابای.